درود و عرض ادب خدمت همراهان فروشگاه قابلند عزیزان. ساخت چکش FX امپکت رو داشتیم. متاسفانه چکش خوردگی های شدید داشته و همچنین تعمیرکار قبلی این رو کوتاه کرده بود که متاسفانه عملکرد مسرح کردن رو به خوبی انجام نمیداد که باعث خرابی های شدیدی درون کپ سلاح هم شده. خب ما چکش رو از جنس استیل 304 ساختیم. همطور که میبینید وزن چکش فابریک 18.70 هست. این هم چکشی که ما تولید کردیم. دقیقاً همون وزن چکش فابریک.